بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید به کانال تفکر تفریحی. زمانی که ما از تفکر تفریحی، تربیت تفریحی، ادوتینمنت، ساینتینمنت و غیر استفاده میکنیم و به کار میبریم، مقصودمون چی هست؟ یعنی هر آنچه که جنبه تفریح دارد و ما میتونیم ازش به عنوان یک شیوه آموزشی هم استفاده کنیم. یعنی اون فرد زمانی که داره یک کاری رو انجام میده، یک چیزی رو تماشا میکنه، تفریح میکنه، سرگرم میشه، ما بیایم از این شرایط استفاده بکنیم و به کمک همون در واقع تفریح کردن، سرگرم شدن و وقت گذروندن بیایم یک مفهومی رو بهش یاد بدیم و آموزش بدیم. یعنی از این فرصت بیایم استفاده کنیم. پس زمانی که هر چیزی رو ما می‌خوایم استفاده بکنیم، هر چیزی جنبه تفریحی داره و ما میتونیم به عنوان آموزش ازش بهره ببریم، این در زمره کار تفکر تفریحی، تربیت تفریحی، علم تفریحی و غیره قرار میگیره. بخاطر همینم امروز من داشتم روی یک مطلبی فکر می‌کردم و دوست داشتم که این رو با شما شیر بکنم. اون همین بود که خب من یک پسری الان دارم که حدود نزدیک 4 سالشه، 3 سال خورده‌ایش هست و کم کم دلم می‌خواست که بنویسمش یک ورزشی یاد بگیره، یک در واقع کار جسمی داشته باشه، یک فعالیت جسمی داشته باشه و خیلی داشتم روی این موضوع فکر می‌کردم که چه ورزشی مناسب این پسر من هست. بعد داشتم فکر می‌کردم، یک مروری کردم توی اون احادیثی که خب ما توی دین خودمون داریم و دیدم که 3 تا ورزش هستش که تو دین اسلام به شدت توصیه شده. اولیش سوارکاری هست، دومیش شنا هست و سومیش تیراندازی. خب حتما همتون هم این حدیث رو شنیدید. به خصوص برای نوجوان‌ها و حالا کودکان شنا و سوارکاری توصیه شده. بعد من داشتم فکر می‌کردم به اینکه توی این 3 تا ورزش چه مسئله مشترکی هستش که این 3 تا توصیه شده. روح حاکم بر این 3 تا ورزش چیه؟ اولین نکته‌ای که وجود داره این هستش که تمام این 3 تا ورزش‌ها و ورزش‌های این چنینی که توصیه شده همشون بر چیزی غلبه کردن رو یاد اون بچه‌ها میدن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که کودک یاد میگیره شنا بکنه، یاد میگیره که بر آب، خیلی هم کار سختیه، غلبه کنه. یاد میگیره که طوری با آب برخورد کنه که اون آب اون رو غرق نکنه، محیط روی اون بچه تاثیر نذاره. حتی اگر توی محیط دشواری هست، یک استخری هست پر از آب و هر چی رو داخلش بندازی یکم وزن داشته باشه، این آب میکشه اون رو پایین، غرق میکنه و اون رو ته اون استخر رو ته اون آب میندازه. بچه یاد میگیره که با اون شنا کردنه، با اون مهارت در واقع آموزش شنا، روی این آب چگونه اثر بگذاره و اون در واقع غلبه خودش رو بر آب حاکم بکنه و کاری میکنه که آب نتونه اون رو غرق بکنه. خب دومین ورزش سوارکاری. خب سوارکاری معمولا با اسب انجام میشه و خیلی از در واقع ورزش هایی هستش که توی اسلام به شدت بهش توصیه شده. دلیلش هم باز اینجا همینه. یک حیوان چموشی به نام اسب، نوجوان یا بزرگسال سوار اون میشه و باید زمانی که سوار بر اون هست این رو کنترل بکنه، بهش غلبه بکنه. خیلی کار دشواریه. یعنی اگر شما یک بار به صورت تفریحی هم اسب سواری کرده باشید، می‌بینید که از اون چی که ما هنوز سوارش نشدیم نگاهش می‌کنیم خیلی پیچیده‌تره، خیلی سخت‌تره. احساس می‌کنید که وای الان اسب هر کاری بخواد میتونه انجام بده. اما زمانی که بچه‌ک سوارکاری یاد میگیره، اون محیط بر اون غالب نمیشه. این یاد میگیره که چگونه بر یک حیوان چموشی غلبه کنه. حالا یه نکته تو پرانتز اینجا بگم، برای کنترل کردن و مهار کردن اسب یک در واقع افساری به اون اسب بسته میشه که عرب بهش میگه عقال یا افسار. حالا تو فارسی افسار، تو عربی عقال. این عقال، کلمه عقل هم از همین عقال در واقع گرفته شده و یک جورایی انگار داره این رو به ما میرسونه که کسی که عقل داره به شدت میتونه خود کنترلی داشته باشه. هم خودش رو میتونه کنترل کنه، هم تو شرایط سخت میتونه اون کنترل و اون در واقع افسار و اون فرمان خودش رو و حتی شاید اون محیط رو در دست بگیره. و یک قابلیت خیلی بزرگه که تو شرایط بحرانی، تو شرایطی که همه چیز متشنجه، آدم احساس میکنه که هیچ چیز دستش نیست، اونجا بتونه با غلبه کردن، با افسار دست گرفتن اون در واقع شرایط چموش، اون فرمون رو دست گرفتن، بیاد و اون شرایط رو کنترل بکنه. و سومیش تیراندازی هست که باز هم اینجا تیراندازی داره چه چیزی رو نشون میده؟ اینکه چگونه بر دشمن خودت غلبه کنی. غلبه کردن به دشمن با استفاده از ابزار، حالا اون تیر و کمان هست، تفنگ هست، هر چیزی که هست. پس میبینیم که این سیر ستای این ورزش ها و اون مفهوم مشترکی که بین همه اینها هست غلبه کردنه. ما یک مفهومی داریم تو قرآن، خداوند به پیامبر توصیه میکنه که باید استقامت کنیم. کلمه استقامت یک کلمه قرآنی هست. استقامت کردن خیلی کمک میکنه الان به صحبت ما. یعنی چی؟ زمانی که شرایط دشوار هست، شما باید بتونی غلبه بکنی به اون راه درستی که داری. یعنی وا ندی. ارجاع میدم به همون شنا کردنه. زمانی که یک فرد شنا بلد نیست و میندازنش توی مثلا یک استخر بزرگ و عمیق، این شروع میکنه به دست و پا زدن. اگر شنا بلد باشه و استقامت بکنه، میتونه روی آب بمونه. یه مثال دیگه بزنم. کسانی که موج سواری بلدن، ما تو تهران هستیم، خب خیلی قطعا این شرایط برای ما فراهم است. اما کسانی که مناطق جنوبی و شمالی زندگی میکنن، خب دسترسی به دریا دارن.
اینها موج سواری میکنن. موج‌ها بعضی وقتا ارتفاعشون به 4 متر 5 متر میرسه و این واقعا یک شرایط دشوار، متشنج و بحرانیه. اما اون کسی که میتونه اون تخته موج سواری رو برداره، تو این شرایط به این سختی و تو این شرایط متشنج و آشفته بره اون تخته رو بذاره رو اون موج‌ها و لذت ببره، تفریح بکنه و سوار روی اون موج‌ها بشه، غلبه بکنه رو اون موج‌ها و انقدر استقامت بکنه که این شرایط سخت رو رام خودش بکنه و ازش استفاده بکنه برای اینکه به هدف خودش برسه. یعنی سرعتش بیشتر میشه، لذت میبره، تفریح میکنه. و یک چیز خیلی مهمی که توی این داستان استقامت کردنه، غلبه کردنه مهم هست، این هستش که وقتی که یک کودک، یک نوجوان از کودکی این ورزش‌ها رو با این نیت بفرستیمش بره، این بچه زمانی که نوجوان میشه، زمانی که جوان میشه، زمانی که در واقع بزرگسال میشه، حتی به میان سالی میرسه، غلبه کردن بر بزرگترین دشمن رو یاد میگیره. یک روایتی داریم میگه که دشمن هر انسان آن موجودی هست که بین دو تا پهلوهاش قرار داره. خب بین دو تا پهلوهای ما چه کسی هست؟ خودمونیم. یعنی بزرگترین دشمن انسان نفسشه، خودشه. زمانی که بچه‌ها رو آموزش میدیم، میرن ورزش‌هایی رو یاد میگیرن که استقامت کردن بر شرایط دشوار رو یاد میگیرن چطور بر یک موجود چموش و وحشی و غیر قابل مثلا به ظاهر کنترل غلبه پیدا بکنن، افسار بزنن، اون شرایط رو به دست بگیرن. یا حالا اون تیراندازی رو میفرستیم، یاد میگیرن، مهارت پیدا میکنن که بر یک هدفی غلبه کنن، بر یک در واقع مطلبی بتونن اون سلطه خودشون رو در واقع ایجاد بکنن. خب این بچه‌ها وقتی بزرگسال میشن، خب نسبت به هوای نفسشون هم یک چنین دیدی رو میتونن پیدا بکنن. چرا این اتفاق میفته؟ من داشتم روی موضوعی فکر میکردم در مورد اینکه چرا افراد اینقدر تمایل به گناه دارن. مثلا شما پاتون رو میذارید بیرون از در خونه، افرادی رو میبینید که سیگار میکشن، نمیدونم روابط خارج از چارچوب دارن، خانم هایی که حجاب ندارن، اهل خوشگذرانی و نمیدونم اینجور مسائل هستن، 1001 مسئله دارن. داشتم به این فکر میکردم که اون نکته مشترکی که بین تمام افرادی که گناهان حالا به خصوص علنی انجام میدن چه چیزی هست؟ این هستش که این افراد به شدت غلبه کردن رو بلد نیستن، به شدت افسار زدن به شرایط رو بلد نیستن و به شدت اعتماد به نفس و عزت نفس پایینی دارن. حالا برید سرچ بکنید ببینید که این صحبتی که من میگم چه پشتیبانی علمی داره. ولی کسانی که میان گناه میکنن نمیتونن به اون هوای نفس خودشون نه بگن، نمیتونن به اون روابط فلان و گروه دوستی بیسار نه بگن. اینها افرادی هستن که به شدت از لحاظ عزت نفس پایینی دارن و نمیتونن اون افسار و اون اقال و اون در واقع چموشی موجود وحشتناک و دیو صفت درونیشون رو مهار بکنن. این افراد آدم‌های عجیب غریبی نیستن. این افراد همون افرادی هستند که از کودکی عزت نفس خوبی نداشتن. من در مورد همین بحث والدگری و حالا چگونه مثلا تربیت بکنیم اون فرزند خودمون رو داشتم یه سری مطالبی رو گوش میدادم، متوجه شدم که آقا جان 1001 کاری با بچه‌هامون انجام بدیم، کلاس ایکس و ایگرگ و فلان و بیسار اینا رو بفرستیم، اما اگر این بچه عزت نفس نداشته باشه، کرامت در واقع اون کرامت رو احساس نکنه و این اتفاق براش نیفته، هیچ کدوم از این آموزه‌ها، هیچ کدوم از اون کلاس‌ها به دردش نخواهد خورد. عزت نفس احساسی هست که یک فرد زمانی به دست میاره که بدون میتونه در یک شرایط سخت استقامت کنه، میدونه که میتونه تو این شرایط بحرانی و تو این شرایط دشوار دووم بیاره و کنترلش بکنه. احساس عزت نفس احساس یک سوارکار موفقه که داره در واقع یک اسب چموشی رو میدونه و از موانع ردش میکنه و از اون سواری میگیره، از اون کولی میگیره. احساس عزت نفس احساس اون شناگریه که با اون حجم از آب اون حالا رودخونه رو ازش گذر میکنه یا تو دریا شنا میکنه یا تو اون به هر حال شرایط سختی که یک انسان با اون حالا جسمی که داره میتونه روی آب بمونه شنا میکنه، از این سر به اون سر در واقع استخر میره. اینها احساس عزت نفس به کودکان میده. خیلی ساده از کنارش نگذریم، فکر نکنید که فقط در واقع ورزش هایی که بچه‌هامون رو میفرستیم صرفا تفریحه. نه، اینها میتونه زمینه ساز شخصیت سازی بچه‌هامون بشه. و چقدر خوبه که ما به عنوان یک پدر و مادر آگاه این حکمت این ورزش ها رو بدونیم. حالا من به یکی از این نکات اشاره کردم، قطعا ده ها و صدها موارد دیگر هستش که این ورزش ها از اون بهره میبرن. اما جالب بود که یک سری کتاب های انفیلاسوفی هست که حتما دیگه همتون انقدر گفتیم شنیدید که میاد بررسی میکنه ابعاد فلسفی موارد مختلف رو. مثلا فیلم های سینمایی رو میاد فلسفه‌شو بررسی میکنه، فلسفه انیمیشن ها رو بررسی میکنه، فلسفه موسیقی رو بررسی میکنه و یک جلد هم این کتاب ها داره به نام اسپورت اند فیلسوفی، یعنی فلسفه ورزش رو میاد بررسی میکنه. و خیلی جالب بود که همه توی تقریبا شاید دنیا مردم عوام و عادی فکر میکنن که ورزش فقط یک فعالیت جسمیه، در صورتی که اصلا اینطور نیست. ورزش ها فلسفه دارن.
و حالا تو مبانی اسلامی و دینی ما ورزش ها حکمت دارن و این حکمت ها و این ورزش ها انسان سازن، کودک سازن، نوجوان سازن و افرادی که بتونن در دوران کودکی خودشون این دست از ورزش ها رو استفاده بکنن و در معرض چنین اتفاقات فردی باشن. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که هم شنا، هم تیراندازی، هم اسب سواری ورزش هایی هستن که فقط خود اون فرد باید وایسه. یعنی این عمق و قنا میده به شخصیت بچه که اگر که تونستی بر آب غلبه کنی، کسی جز خودت نمیتونه کمکت کنه. کسی جز خودت نمیتونه سوار بر اون اسب بشه. کسی جز خودتو نمیتونه از اون اسلحه استفاده بکنه. خب وقتی که بچه میبینه که من تونستم غلبه کنم بر اون اسب، بر اون آب، بر اون سلاح، بر اون دشمن، خب این احساس عزت نفس بچه میده، احساس در واقع پیروزی بهش میده و زمینه سازی میشه برای اینکه در آینده وقتی اون هوای نفسش به شدت ظهور و بروز پیدا میکنه، غلیان پیدا میکنه، این احساساتی که بعضا پاسخ دادن بهشون مخرب هست، بتونه مثل اون اسب روش سوار بشه، یه لگامی، یک عقالی بذاره بر دهنه اون و اون رو بکشه. و کودکی میتونه و جوانی و کودکی و بزرگسالی میتونه این کارو انجام بده که نمونه های کوچیک کوچیک اینطوری رو تو کودکی خودش تجربه کرده باشه. حالا من به فراخور این ایامی که دنبال یک ورزش مناسب میگشتم این مطلب به ذهنم رسید و دوست داشتم که شماها پدر مادرای عزیز رو که خیلی هم دغدغه‌مندید و من خیلی از این مورد خوشحال هستم دعوت بکنم تا با یک دیدگاه متفاوت‌تر شاید نسبت به ورزش ها آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. خیلی ممنونم که حوصله کردین و صحبت من رو گوش دادید.